وادیم شوکه اکنون میبره دوستان عزیز مبارزه این پهلوانان. سامان محمدبکوف باید کوشش کند همون زخوت بالا یعنی کمیتکات کلاسیکی بالا را قبل چون قد و بست وادیم شوکه پستر است و امکانات سامان بسیارتر است. حالا اکنون باز یک میبینیم پرتافت تایتوشی بله یک کوچگاری و اصول گذاشتن به نوازه. در نوازه حالا اکنون سامان توقف میکند و مبارزه پهلوانان ادامه مییابد. 30 سال دارد این پهلوانی. باز یک کمیکات بله البته درست کار میکند سامان باید اول همون داشتن عریف یعنی اورینج و دست یا گریبان قپد با خجا زده بیروز مبارزه کمیکات بالا دادن در کار نیست. سامان باید کوشش کند همون اصولای خود اجرا کند و پیش گذرد. در همین تلاویف 2019 هم حاضر درست این خوب داشته بود. باز یک اصول زیبای تایتوشی و تا خیلی اجرا نشد. کمی دیگر باقی مونده باز. بله پای های سامان برای تایتوشی اجرا کردن تکنیک این خوب است. برای کنفال بود 100%. خب اکنون برمیگرده سامان. ببینید دستانی دراز دارد قد بلند دارد سامان برای گذاشتن با تایتوشی که قبلا استفاده برد. دادن در کار نیست وزاری نظری برای چونکه خفا رفتن سامان استفاده برد. حالا در اینجا سیانگی هم پای گرم بود. شوکه یک احتیاط باید باشد چونکه تجربه شوکه هم کلان است. باید اکنون سامان تمامی هستی مبارزه برد. بله برای دریافت وزاری یا یپون کوشش کند. سبب پرتافت وادیم شوکه در آن بود که سامان خطاگیر رو به قفا را گشت و از همین سبب و استفاده برد. حالا امکانیتش همینه. بله درست از این و نماند همون دست خلاص کند و بعدا خود اصول خودش را اجرا کند. حالا داشتن باید چید و وادیم شوکه داده شود چون که در دفاع است و دستم بسیار نادرست گرفته است. بله رها یافت و بعدا بله وقت کم است. وقت 1 دقیقه و 40 ثانیه. سامان باید کوشش کند. بله درست و حرکت با پا وقت رو باید کشوند. پا را باید استفاده برد. بله درست وقت رو کشوند. اول پیش از وعی. بله درست حالا شیدای نوبتی نیست برای شوکه. دوار او برای محمدبکوف. توته محمدبکوف توصیه میده تا آخر. بله یک اصول زیبا. بله 100% کم فعالی پهلوان بلاروس به چشم میرسه در اینجا. وقت بسیار کم است. 1 دقیقه شد. 1 دقیقه سامان باید کوشش کند. برای سامان بله نه ایستاد سامان باید اول زخم کمیکات و بعدا بله درست باز یک در اولاد ثانیه آخر شوکه در دفاع است و از طرف سودیا باید اینا به نظر میگیرند. باید چند باری از کشتی این باید چی داده شود. بله همون حرکتی که بله پا قطعی باید سامان کار کند ولی دادن در کار نیست. تمام اصولا خستگی وادیم شوکه ایست میکنیم. 30 ثانیه دیگر مونده است. وقت بسیار کم است. شیدو با سامان چونکه وادیم شوکه حرکت میکند و نشان میدهد و دوباره و پیشرفت است. البته با پا کار کردن در کار. بله درست. در اینجا سامان وقت رو از دست میدهد. وقت رو از دست داده. بله ممکن نیست پا را قپیدن.
8 ثانیه دیگر فکر میکنم قدر وقتی طولانی هم نیست. بله پر رقم اوه باز شد. 8 ثانیه ویدو وقت به انجام میرسد. وقت 2 ثانیه دیگر